واسه گفتنی باشه. برادر عبدالله سلام علیکم، بفرما. میکروفونت خاموش است برادر عبدالله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صحت سلامت هستی برادر؟ زنده باشه، با خدا خوبی برادر عزیز. سلامت خوب است. البته این روزهای آخری که در بدخشان این حالت است، البته حالت غمگینی است، نه اینکه برای من، به کل مردم تاجیکستان. این البته وقتی که حکمرانی دیکتاتور وقتی که به خاطر به همون پایان میرسد و میبیند که کرسیش در حالت شکستن است یا که حکومتش در حالت ریختن است، از برای همین با همین خیل عملها چیکار میکنن؟ مردم هم میخواهند که ترسونن، مقابل حکومت گپ نزند یا که مقابل این اویله گپ نزند. امروزه حالت بدخشان مانند حالت 2005 خیلی که در اندیجان کریموفی کافری بدبخت نسبت مردمش چیکار کرده بود. همین خیلی وقتی که مردم اندیجان خسته بودن، همین خیلی بهانه تروریسم، اکستریمیسم چیکار کرد؟ مردم قتل عام کرد، کشتن، بسیاری هاشون از اونجا گریختن به قرقیزستان و به دیگر منطقه ها و از اونجا به دیگر مملکت ها منطقه ها هجرت کردن. و امروز حالت بدخشان هم رنگ همین است که البته نگاه کن که از حساب که اسماعیلی مذهب هستند، اونها رو با یگان چیز، با یگان گروه های اسلامی، نه القاعده یا که نه با طالبان یا که با داعش علاقمند کردن نمیتوانند، برای اونکه اختلاف هست، بین اختلاف عقیدوی است، از برای همین چیکار کردن نمیتونن، وابسته کردن نمیتونن. لیکن برای کشتن، برای نابود کردن این مردم بدخشان چرا استفاده کردن مخالفینی که در بیرون از تاجیکستان امروز زندگی و فعالیت میبرد و مقابل این رژیم دیکتاتور سخنهای حق رو یا سخنهای راست رو میزند که در حقیقت در تاجیکستان نه اینکه بحران اقتصادی است بلکه بحران اجتماعی هم است، حتی که بحران سیاسی هم هست. این چیزها رو مخالفین آشکار با مردم چیکار میکنن؟ ابراز میکنن که تا اونکه مردم حقیقت حالت امروزه زیست در تاجیکستان را فهمند و چشماشان کشاده شود، معما را باید که درک کنند. از برای همین امروز این مردم بدخشان رو چیکار کردن؟ با همین مخالفین علاقمند کردن و آنها رو تروریست و اکستریمیست خواندند. آنهایی که تا این دم در حقیقت در بدخشان آرامانه زندگی میکردن. حالت بدخشان از همون نفرهایی که در اونجا زندگی میکنند خیلی که معلومات هایی که داریم اینقدر خوبی نیست. در 30 سالی که رحمانوف حکمرانی کرد در اونجا نه زواد هست، نه کارخانه است، نه دیگر راه هست، نه بلنیتسه های خوب است در اونجا. لیکن حالتی که در اونجا مردم زندگی میکند، برای زندگیش، برای آینده اش حرکت میکند، این مردمی که اینقدر مشقت در طول 30 سال پشت سر کرد، امروز چیکار کرد؟ آنها رو تروریست و اکستریمیست خواند. نگاه کن که حتی که با رحمانوف حتی روسیه هم فکر است. برای چی؟ برای اونکه رحمانوف این لختک روسیه است. چند بار من گفتم، باز من تکرار میکنم که لختک روسیه است که از یک نماینده های روسیه ماریا زخارова دیروز ابراز کرد که در بدخشان اینقدر معمای جدی هم نیست. آن چیزی که هست، آن چیزی که مردم مقابل رژیم خستن، اونها اکستریمیست هستند، تروریست هستند و با گروه های تروریستی علاقه دارند. نگاه کن که حتی که یک نظری درست سیاسی و به حالت بدخشان درست بها دادن حتی از همین خیل نماینده های روسیه بلندپایه، ماریا زخارova این یکی از نماینده های بلندپایه روسیه است. حتی که این خیلی نظری درست نیست که نمیگوید که در حقیقت حالت بدخشان وزنین از این معما یک روزه نیست، یک چند سال مقابل مردم تاجیکستان و علل خصوص مردم بدخشان این ظلم رفته ایستاده است. باید که
رژیم رحمانوف سیاستش تغییر داد نسبت مردمش، نسبت مردمی بدخشان این سخنها رو نمیگوید و کمبودی هایی که اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیر تعلیمی که در تاجیکستان هست این چیزها رو نمیگوید، بلکه مردم بدخشان رو امروز برآمده از حق حقوق خود دفاع میکنند، طلب میکنند که باید حکومت چیکار کند، به آنها یک حالت زندگی رو مهیا کند که آدما چیکار کنند، رنگ انسان زندگی کنند. امروز اصل 21 است، در اونجا گاز نیست، سویت دائما نیست، هیزم نیست، خیلی حتی آب که زیاد هم باشد برای آب گرفتن یک جا رفته مسافت دور رفته آب آوردن در کار است، برای اینکه مردم در قله بلند چند هزار کیلومتر زندگی میکنند. از بحر از چی بحر گیریم، لیکن این حالت ها نیست. از برای همین باز یکی از برآمد های رئیس خاروق هم بود که میگه که ما رئیس جمهور همین خیلی چی کردن که 45 نفره دکترهایی که با تجربه را به بدخشان فرستند که آنجا مردم همون خاروق چیکار کنند، بی پول دیده برایم اگر که کدامش جراحی لازم باشد بی پول جراحی کرده شد. برای چی در همه ولایت های تاجیکستان همین خیل دکترهای با تجربه بی پول مردم چی نمیکنن، معالجه نمیکنن. وقتی که حالت که کمتر دیگرگون شد، وقتی که مردم به کوچه برآمدن، بعد رئیس جمهور 45 نفر رو میفرستاد. باید که در هر منطقه تاجیکستان چی تیب در ساحه تیب باشد و در دیگر چیو باشد، باید که همه در وزارت تعلیم باشد، همه این چیزها باید که بی پول باشد. مردم تاجیکستان با علم با صحت سلامت باید که باشد. لیکن این طرف ها رو وقتی که شورش مردم میخزند به شورش، در آن حالت حکومت تاجیکستان چیکار میکند، این خیلی نماینده و این خیلی نفرها را به اون منطقه ها میفرستد. از برای همین این حالتی که امروز چند نفر بود، این یک غمگینی برای مردم تاجیکستان، برای آنکه وقتی که نفرها از حقوق خود دفاع میکنند آنها کشته میشوند. باز چندین نفرها، ده ها ممکن صدها نفرها بعد از اینکه همین معماها تمام می شود، خاتمه می شود، پس زندان می شوند. اون پروکوروری که می باید میگه که بیاین ما شما را می بخشیم، با چی باید بیاین مردم اونها را بخشین؟ چه گناه کردن؟ وقتی که مردم سخن حق را مقابل شما گفتن نمیتواند، شما ظالم هستید، طاغوت هستید. مقابل شما این کلمه ها را گفتن نمی شود، خطاگی شما را مردم مقابل شما ایستاده گفتن نمیتواند. شما کی هستید؟ در وقت حضرت عمر رضی الله عنه یک زن مقابل خلیفه مسلمانان خیز گفت عمر تو خطا کردی، و عمر گفت عمر خطا کرد، زن حق گفت. شما پروکورور و رئیس جمهور و غیره که امروز بالای حکومت هستید، بالای مردم مسلمان حکمرانی میکنید، حتی بچنگی همون کوش عمر مناسب نیستید. به همون خاکی که عمر زیر میکرد به همون مناسب نیستید. لیکن عمر سخن حق رو پذیرفت. وقتی که مقابل شما سخن میگوید این مردم تروریست میشود، اکستریمیست میشود. تا کی شما این فرزندان این مردم رو میکشید؟ تا کی زنهای همین مردم رو بیوه میکنید، فرزنداشون یتیم میکنید، مادراشون در غم و در عذاب میمانید؟ البته روز جزا به همه نزدیک است. اگر که در این دنیا این نفرها از جانب مردم جزا نگیرند، انشاءالله که در روز قیامت پیش پروردگار ایستاد میشوند. امین گفتنی بودم برادر. زنده باشه برادر عبدالله، تشکر از اشتراک. واقعا حرفای را زدید، درست است برادر عبدالله. ما مشکلات ما امروز متاسفانه در این است که اولویت قانون در کشور ما وجود ندارد. امروز قانونگذار میگوید که چیزهایی که شهروند طلب میکند در طرز اداره دولتی قبول کردنش امکان پذیر نیست. مادامی که شهروند طلب میکند که یک رئیس به استعفا رود،
چرا این باید پذیرفته نشود؟ شهروند به استعفا برود ولی حکومت میگه که این غیر امکان است، در طرز اداره دولت داری این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ پس دروغ میگه شما. فلانی به قتل رسانیده شده است باید به جوابگری کشیده شود. این ممکن نیست. در کدام طرز دولت داری؟ پس حرفای همون در تلویزیون بدخشان برآمد کردم گوش کردی؟ البته همون رو گوش کردم. از همون این ممکن نیست. میگه چیزایی که اونها طلب میکنن، طلبی اونها 5 طلب دارن دیگه. طلبشون یگان تشبیه که غیر قانونی، مثلا همین دولتی که وضع فرسوده که شما دارید، همین حکومت فرسوده دارید، در همین مثلا پذیرفته نمیشه. چند تا شبیه برای ما مثال بزنید که این همین در طرز اداره دولت داری مثلا غیر امکان است. منطق خداست. مبدأ شما چی است؟ فلسفه شما اصلا کجا میفهمید این چیز اصلا چی است؟ برای معلوماتی سوال است. مثلا درباره تروریستی شدیدی میگه که این عملهای تروریستی کردن، مثلا مثال میزنه میگم مثلا زنا را به میدان برآوردن، دیروز در روشان زنا را روان کردن. همین حرف همون را شنیدی؟ میگه برای عمل تروریستی میگه زن روان کردن عمل تروریستی است. زن به میدان برآمد، حقش است، فرزندش کشتی. دیروز همین اخباری که پیش از در اومدن خودت گذاشتم، مادر مرده بچه‌ش آوردن، دلکف شد، مرد. اینی که فرزندش به قتل رسوندن، هر شب در یک جا گور کردن در یک روز. این خود شلکه از چی شب گوهی میتید، شاهدی میتید. البته که بعضی نفرهایی که امروز در ارتش همون ملی تاجیکستان خدمت میکنن از حقیقت حال بیخبر هستند. حتی از سیاست دنیا بیخبر هستند. اونها همین خیلی منکور شدن، مثالی که گویم که فقط از جناب دیگر هیچ چیز رو نمیبینن. یگانه چیزی که چشمان اونها میبیند جناب رو میبیند. حتی در خوابشان به نظرم جناب رو میبیند. از برای همین بعضیشون برای منصب یا که برای رحمت جناب یا که برای ستارچه ها مردم امروز میکشند. لیکن این بدبختا فکر نمیکنند که اگر در همین تاجیکستان تغییرات اگر شود اونها کجا میگریزند؟ جنابشان میگریزد میرود، فرزندان جناب میگریزد میرود، گنرال هاشون همش میگریزد میرود، مینیستر هاشون همش میگریزد میرود. همون نفرهایی که مردم با یراق مردم میکشند کجا میگریزند؟ برای آنکه نفرهایی که مردم میکشند انسانهای عادی هستند. اینقدر همون گویم که درجه های بالا در همون صف ارتش ندارن اونها. همون چیزی که میگه که در بالای شخمت هست پشکه، همون زبان پشکه، مایده چاو همون پشکه امروز استفاده میکند. وقتی که مردم پگه شورش برداشتن، مردم که اگر خستن همین ها میگیرد، همین ظالما میگیرد، همون آدمای عادی که بودن همه را با میگیرد زندان میکند. اگر که با مردم اگر که قوه مردم زیادتر شود میگیرند دار آب میریزند همین نفر را. از برای همین باید که هر نفری که امروز در دستش یراق است مقابل مردم تیر پراندن میخواهد باید یک بار دیگر فکر کند که مقصد تیر پرانی برای چی تیر میپراند و او مردمی که کشتنی هست چرا طلب دارن. نخواد که امروز ما غلام شده باشیم و هر چیزی که جناب گفت همون را اطاعت کنیم و ضد جناب چی است؟ اولیا است که خطا نمی کند. لیکن هزار بار در همین طور 30 سال حکمرانی رحمانوف چند بار قانون دیگر شد در همون تاجیکستان. همون قانونی باطل 1000 بار دیگر شد. حتی خودش جناب و کمچی صلح و وحدت و پدری ملت و بابای ملت کرد. او به نسبت رحمانوف قانون دیگر کرده می شده است، لیکن به نسبت مردمی که می خواهد عدالت آسایشته زندگی کردن نسبت اونها نمی شود.
حالا که همین رحمانوف بدبخت میگوید که حکومت از آن مردم میگوید، ما خدمتگار میگوید. بعد که خدمتگار باشه چی خیلی همون صاحبان همون قدرت میکشی. تو باید خوبتر خدمت کنی که همون خواجه ها که از تو راضی شوند. دیروز آمد که یک برادر بدخشانی هم یک نامه خیلی خوب نوشته بود و در اون نامه بسیار واضح و روشن نوشته بود که الکی امیدی بدخشانی ها دیگر با روس ها نیست و روس ها به بدخشانی ها خیانت کردن. واقعا این خیانت است. در گذشته خب نامه نوشته بودن و از اونا کمک خواسته بودن، اکنون دیدن که این چند سال می شود حکومت روسیه با سردار پوتین ولادیمیر پوتین تمام مخالفای حکومت رحمانوف سرکوب میکرد و دیگرها طرف بودن. امروز باز هم اینه در مقابل بدخشانی ده بدخشانی از فدراسیون روسیه بردن، باز دیگری هم که در فدراسیون روسیه انجامشون در خطر است. اوناش هم امکان داره که حل از چهارکنه و تاجیکستان روان کنن. البته در تاجیکستان هم طوری که خود او روزمون نمایندهشون برآمد، نمایندهشون هم الکی طوری که خود در بالا ذکر کردی گواهی از آن میتید. گفتی همون برادرم تصدیق کرد که الکی اینها در کل به مردم تاجیکستان خیانت کردن. اینا به مردم تاجیکستان اصلا خوبی نمیخواهند. اگر خوبی میخواستن یک دیکتاتور 30 سال بالای ما نگاه نمیداشتن. البته سبب سالهای اولی که مردم بدخشان هجرت کردن به روسیه، از طرف روسیه بسیار کوتاهای زیاد بود، بسیار برنامه‌های خوب برای مردم بدخشان بود. برای چی؟ برای آنکه آن وقت حالت سیاسی دنیا کمتر چی بود؟ همون فرق کننده بود. اگر که رحمانوف اون وقت بسیارتر، مثالی که وقتی جورج بوش ملت بود، همون جورج بوش یعنی خوردی بود، بسیار امریکا حرکت کرد که تاجیکستان طرف خودش کشد. از برای همین برای دیسبالانس همون برای همین چیره نگاه داشتن مردم بدخشان، اگر که رحمانوف طرف امریکا میغلید یا که طرف امریکا روی میگرداند، در آن وقت مردم بدخشان روسیه استفاده میکرد برای سرنگون کردن رژیم رحمانوف. لیکن امروز رحمانوف تقریبا پگه 70 ساله می شود، لیکن امروز پوتین دید که رحمانوف صادق است به پوتین و اون نقشه هایی که پوتین در آینده عملی کردنی است با اون رحمانوف اختلاف ندارد. از برای همین میبیند که برای رحمانوف، برای کرسی رحمانوف از مردم بدخشان چی است؟ خطری است. از برای کرسی رحمانوف یا رحمانوف را نگاه داشتن، امروز چیکار کرد؟ از بحر مردم بدخشان روسیه برآمد و آن نفرهایی که فعال مردم بدخشان آهسته آهسته به رحمانوف داده ایستاده است که در آینده چیکار کند؟ این مردم شکند یا که این مردم شکست خورند در نزد حکومت رحمانوف یا که در نزد عائله رحمانوف. این چیز البته از همون سخنهای ماریا زخارova دیده می شود که امروز دولت روسیه با بدخشان نیست، با مردم بدخشان نیست و با رژیم رحمانوف است. زنده باشه برادر عبدالله.